آقا سلام عرض کردیم. بازم با عرضت پریدی وسط طول ما؟ بعد از 12 ساعت خواب تازه الان اومدم یه استراحتی بکنم. اگه گذاشتی؟ آقا جان وضع خراب، انتخابات کساده، امسال هیچی شرکت نمیکنه. کیک و ساندیس بدین میان. کیک و ساندیس چیه؟ میگن اگه واکسن فایزر هم بدید ما رأی نمیدیم. ای بابا عجب بدبختی گیر کردیم ما. اون از انتخابات مجلس، اون از 22 بهمن، اینم از این انتخابات. راستی اگه مردم نمیخوان تو انتخابات شرکت کنن پس چطوری قراره به نظام آری بگن؟ آقا آری کدومه؟ میگن گور بابای خود تو انتخاباته. چی؟ یعنی دشمنان تا اینجا نفوذ کردن؟ اصلا تقصیر منه که به مردم حق انتخاب دادم. اینا لایق دموکراسی نیستن. آقا ببخشید زبونم لال. اصلا مردم میگن رأیشون کشکم نیست. یعنی میگن شما رئیس جمهور رو انتخاب میکنی، رئیس جمهور فقط نقش مترسک فشخور رو داره. اصلا یعنی کار مردم به جایی رسیده که میخوان من رئیس جمهور رو انتخاب نکنم؟ خب اگه من رئیس جمهور رو انتخاب نکنم پس چی کار کنم؟ خب برید بگید ولی فقیر رو خبرگان انتخاب میکنه. آقا گفتیم، اما مثل این که دیگه همه میدونن شورای نگهبان که خبرگان رو تایید میکنه رو خود شما انتخاب میکنه دیگه. اصلا نمیشه ملت رو پیچوند. اوه چی غلط ها. مردم چطوری جرأت میکنن گول نخورن؟ باید هر طور شده گول رو بهشون بخورونین. 100 بار به جنتی گفتم 2-3 تا مرحله دیگم تو این انتخاب خبرگان و نگهبان بذار که نشه ازش سر در آورد. آقا حالا چی کار کنیم ما؟ فعلا برید چند تا چشمه از آمار اصلی کرونا رو پخش کنید که همه شهرها قرمز شدن. 2 روز دیگه که انتخابات شد میگیم امسال به خاطر کرونا انتخابات رو اینترنتی میکنیم. آقا ببخشید اما به خاطر اغتشاشات اگه مجبور شدیم اینترنت رو قطع کنیم و چیکار کنیم اون وقت؟ از این صفای مرغ و گوش فیلم بگیرید به جای صف انتخابات تو صدا و سیما پخش کنن. اگه واکسن آبکی هم آماده بود قانون میذاریم که هر کسی رأی بده واکسن هم بهش میزنیم، اگه نده واکسن هم خبری نیست. آقا درود بر هوش و ذکاوتتون، خدا سایتون رو از سرمون کم نکنه. برو دیگه خسته شدم.